ببینید این ترکیه پارچه است که من گفتم که هیچ وقت برش نخوره که بتونیم راستگیری کنیم، ولی چون من اومدم اینجا این لایی رو چسبوندم به این پارچه ساتنه، میبینین این ترکیه اینجا جمع شده. خب پس راستای این از بین رفته، اینم خود کج و کله شده. حالا به خاطر اینکه من این راستای اینو بتونم بگیرم، خب از اینجا تا اینجا اندازه هاش فرق میکنه دیگه. چیکار کنم؟ میام این خطکش رو میذارم اینجا، بعد اینو از لبه این خطکش اندازه میزنم تا این خط راستا. وقتی اندازه زدم، بعد از این خط راستایی، بعد برای راستگیری این یکی این فاصله خب خیلی طولانی میشه، چون من اینو راستگیری کردم، اینو دارم دیگه، این خطو میارم حالا از اینجا اینو راستگیری میکنم، این فاصله رو جوری. بعد این میشه این راستا، این میشه برای این یکی. همینجور ادامه میدیم تا پایین. اینم همینجور، اینم که راستاش از کنار این خطکش یا از کنار میز یه خط راستا بالاخره بکشین که این کج و کلگی این گولتون نزنه.